سلام هموطن عزیز، امیدوارم که جور صحت سلامت باشین. سلام دخترای نازنین افغانستان که امروز با شرایط سخت به افغانستان به سر میبرین. لطفا خواهرای عزیزم تا که مجبور نشدین بیرون نبرین، چون طالبا به بهانه حجاب دخترها را جمع میکنه از سرک. یکی از فامیلای نزدیک ما از وطن آمده بود به کابل به درس خواندن. گفت که من یک روز آماده شدم میرفتم طرف کورس، به کورس تافل هاوس انگلیسی میخوان. گفت آماده شدم میرفتم طرف کورس. گفت مرا طالب به زور به موتر سوار کرد برد. گفت به یک زیرزمینی مرا برد. گفت زیرزمینی پر از دختر بود. گفت به نوبت ما را به داخل یک اتاق می برد. گفت وقتی که نوبت ما رسید، گفت مرا برد داخل اتاق. دیدم داخل اتاق یک دختر لوچ، بدنش لوچ، آنقدر زده بودنش که هیچ سفیدی به بدنش نمانده بود. گفت من از هوش رفتم و زمانی که به هوش آمدم یک جای دندان گفت و گردنم دیدم. گفت به شماره پدرم از من خواستن، به پدرم زنگ زدن، ازش پول خواستن و پدرم من گفت از وطن، گفت خود به کابل رسان. گفت پول به طالب تحویل داد، مر از پیشان گرفت و پدرم من اخطار داد که هیچ وقت ایره به کس نگویی. بعدش گفت که هیچ فامیلای ما خبر نداره از این قضیه که سر ما آمده. گفت اگه مادرم خبر شوه سکته میکنه. دختر آل به حالت کما است، چند دقیقه به هوش است، چند دقیقه بیهوش. اتفاق که افتاد، من خودم شخصا رفتم خانهشان و ازش پرسان کردم از دختر. گفتم لطفا حقیقت بر من قصه کو، چی سرت آمد، چی کردن؟ و او گفت که من از هوش رفتم و به هوش آمدم، شماره پدرم خواست و جای دندان و گردنم دیدم. همین. دخترای نازنین، دخترای شیرین، دخترای نازنین افغانستان، لطفاً تا که یک حادثه سر یک نفر نبیایه، کسی دیگر درک نمیکنه، لطفاً مواظب خودشان باشین تا که این وحشیا، این وطن فروشا از افغانستان گم شوند. لطفاً دخترای نازنین